در جماعت دهات چارکوه با شرکت نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، کمیسریت حربی، سابقه داران، نورسان و جوانان و والدان دعوت شوندگان مراسم گسیل نواسکران به خدمت حربی برگزار گردید. جوانمردان اصیل دیار و رئیس شهر بهاوالدین بهادرزاده با نکوترین آرزو و امیدها صدقاً مبارکباد گفته از آنها دعوت نمود که به وطن صادقانه و صافدلانه خدمت کنند و با سری بلند به نزد والدانشان برگردند. امروز فرزندم سید عبدالله را من با خواهش خودش با خدمت وطن مادر گسیل کردم. من میخواهم که فرزند من مرز بون تاجیکستان را حمایت کند. امروز من جوانان چارکو با خواهش خودشان با خدمت وطن مادر تیار، ما مادران فرزندان ما را با دعای نیکی مادری با خدمت وطن روانه کرده استاده. من همچون مادر به فرزندم میگویم که وطن عزیز خود را تاجیکستان را حمایت کند. خدمت به وطن وظیفه مقدس بوده. شرفیاب گشتن به این رسالت بزرگ بخت جوانمردی، رعایت آیین وطنداری، نشان صداقت فرزندی و ننگ و ناموس شهروندی محسوب می شود. اظهار داشت رئیس شهر. مورد به ذکر است که الان در نتیجه تدبیر اندیشی های پیوسته دولت و حکومت مملکت به خصوص توجه خاصه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در جزء اتهامهای قوه‌های مسلح برای خدمت خوب و زیست شایسته عسکران و افسران تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است. رئیس شهر بهاوالدین بهادرزاده به والدین نواسکران، آموزگاران و استادانی که این جوانان را در روحیه بلند وطنداری و صداقتمندی تربیت نموده امروز چون حمایتگر وطن به کمال رسانیدند اظهار سپاس نمود. ما امروز مادران جماعت چارکو فرزندان خود را به صف قوای مسلح تاجیکستان گسیل کرده استاده. ما فخر میکنیم که چنین فرزندان جسور و دلیر داریم. آنها با خواهش خود میخواهند که به صف قوای مسلح رفته طرز خود را اجرا نمایند. در یکی از قسم‌های نظامی خدمت عسکری را ادا نمودم. امروز آموزگار مؤسسه تعلیمی رقم 25 به شاگردان درس وطنداری می آموزند. امروز استقلالیت ما 32 ساله گشته است. وطنی امن و آسوده و توانا داریم. شکر که نیروی قوه داریم. برای زن و دخت و پیوند خیش همان از پی خرد و فرزند خیش همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم. برنامه فرهنگی سرشار مهر و محبت وطنداری طبعی حاضرین را بالیده گردانید.